رو شروع کنید. ما به چند نکته بسیار ساده و مشکلاتی برخورد کردیم که خب خیلی در موردش توضیح دادیم، ولی کماکان این مسئله بعضا دیده میشه و این رو باید اذعان کنیم که خیلی از مشکلات به راحتی حل میشه و نیاز نیستش که شما حتما با پشتیبانی تماس بگیریم. من یه ذره این تصویرم بزرگترش کنم، فکر میکنم راحت تر بشیم از این قضیه ببینیم و این یک ذره اوکی. ما الان میخوایم وارد این اپلیکیشن بیمبو بشیم. حالا من چون مانیتور کردم یه مقدار شاید تصویر چیز نباشه. ببینید الان ما وارد این اپلیکیشن شدیم از 0 تا 100. شما وقتی که اپلیکیشن دانلود میکنید با هویتتون که میاین چنین فضایی رو در اختیار خودتون دارین میبینید و این که به حال اون داشبورد شما هستش و کسانی که به هر صورت اومدن حالا لایک و کامنت یا سابسکرایب کردن از فردا میاد در انتظار تایید، چون خیلی ها دیدیم که میان سابسکرایب یا لایک میکنن و بعد اون رو برمیدارن. برای همین ما این مسئله رو لحاظ کردیم که در انتظار تایید باشه و بعد از اینکه تایید شد این انجام میشه. کارهای در انتظارتون هم مشخصه که ما تو همون جایی که ریفرش بکنین بر صورت این کارهاتون دیده میشه. یعنی تو این تسکی که الان میبینید خالیه، اینو ما داریم مشکلش رو برطرف میکنیم. اگر کسانی که دیده باشن یه مقدار کند بودش، این مشکل برطرف میشه. از فردا این ویدیوها کاملا مشخص میشه و اینجا صفحه وظایف، اینجا وظایفی که انجام دادید اینجا در حال بررسی، دیگه بیشتر از این چیزی نخواهد اومد. پس صفحه اولی که توضیح دادیم، صفحه دوم هم که شرح وظایفی که شما وظایفتون اینجا انجام میدید. این بخش مبالغی هستش که به حسابتون میاد و میتونه حالا تایید شده هستش. حالا در انتظار برداشت و یواش یواش اگر هم به حال ثبت درخواست رو بزنید بر اساس بالای 200,000 تومان که فعالیت کنید میشه. الان 2 نفر بچه تونستن رد کنن و منتظر هستیم که درخواستشون ثبت بشه و پول رو براشون واریز کنیم. مهمترین بخشمون بخش اینجاست که خیلی ها میان میپرسن که خب چرا ما ویدیو میبینیم برای اون پول لحاظ نمیشه. ببینید شما یه بخش اینجا که ویرایش اطلاعاتتون، اینجا باید هویتتون تایید بشه. وقتی وارد ویرایش میشین این مسئله رو، من یه عکس رو به صورت چیز دانلود کردم، اینجا آپلود کردم. وقتی تغییر مدرک آپلود رو میزنید شما میتونید هر عکسی رو دوباره اینجا آپلود کنید بدون مشکل. یعنی اگر حالا مشکلی نداشته باشین میتونید هر عکس رو اینجا آپلود کنین. میگم حجم عکس تقریبا اوکی باشه مشکلی نداره. بعد اینجا کد ملی و تاریخ تولدتون هم میتونید بزنید. اینجا بعضی رو تولد مشکل دارن. ببین شما وقتی کلیک کنید رو این سال ما از 1300 نذاشتیم، نگاه بکنید خیلی راحت میشه و خب ما تا 1332 گذاشتیم. حالا خیلی از دوستان گفتن که اینو بیشترش کنیم، حالا ما اینو تا سال 25 هم میبریم. اینورم تا 92 گذاشتیم. حالا بر فرض مثال ما یه تاریخ رو تایید میکنیم، کد ملیمون رو وارد میکنیم. حالا اینجا زبانم که اکثرا فارسیه فعلا. اینو شما چیز کنید، آپلود که انتخاب از گالری رو که مثلا حالا شما بزنید، ما یه دونه عکس بیمبو رو بر فرض مثال انتخاب میکنیم. الان میزنه موفقیت انجام شد، آپلود. پس از تکمیل درخواست فعال سازی بزنید. ببینید خیلی ساده است، این مشکلی ما تا الان برخورد نکردیم. وقتی که اینجا هستین درخواست فعال، یعنی بعد از اینکه کارتتون آپلود کردیم مدارکتون رو، درخواست فعال سازی میزنید. و حالا ما همه چون کد ملیمون رو وارد نکردیم درخواست فعال سازی ما رو نمیزنه. حالا چون من از روی گوشی باید فعال کنم این کیبوردش هنوز مشکل داره، ولی خب نهایتا اینجا کد ملی رو وارد میکنید و درخواست فعال سازی رو میزنید. حالا اگر بخواید گذرواجتون رو عوض کنید هم بازم میتونید به روز رسانی کنید، اونجا هم مشکلی نداره. یه مبحث دیگه هم هستش که خدمتتون باید صحبت کنم، ویرایش اطلاعات بانکیه. اینجا ویرایش بخواید بکنید شما میتونید نام بانکتون رو یا شماره شباتون رو تغییر بدین. حالا بعضا افراد میان به جای شماره شبات شماره کارت هم میذارن، مشکلی نداره. یعنی ما با همش شماره شبات چه شماره کارت رو داشته باشین، زمانی که قرار واریز بشه مشکلی نداره، ما واریز میکنیم. فقط مهمه که شماره شبات و بانکتون هم با کد ملی و شناسنامه‌ای که ثبت نام کردین یکی باشه. اینجا هم به روز رسانی میکنید که براتون به روز رسانی میشه. این مرحله مهمی هستش که خیلی ها با مشکل خوردن که سطح عضویت هستش.
اینجا تا زمانی که غیر فعال باشه، این شما وقتی دارین اینجا میبینین غیر فعاله، برای شما پولی کارگرد شما منظور نمیشه و نمیتونید پولی رو برداشت بکنید. سطح عضویت هم وقتی روش کلیک میکنید، ما الان اشتراک 3 ماهه داریم، اشتراک ماهانه داریم، 6 ماهه و 12 ماهه، 1 ساله. افرادی که حالا اینو افرادی که ووچر دارن، کد ووچرشون رو، یه کد 6 7 رقمیه، باید اینجا وارد بکنن و بعد از اینکه حالا من الان چون کدی ندارم، وقتی که وارد کنن اشتراک ماهانه‌شون 0 میشه و بعد از اینکه مرحله پرداخت رو بزنن بدون هیچ مشکلی حالا میره توی اپلیکیشن. اینم میگم با آپدیت فردا کاملا اون باگی هم که داشتش بعضن مواجه میشدیم حل میشه. حالا افرادی هم که حالا میخوان خودشون بخرن یا ووچر ندارن، خیلی راحت اینجا پرداخت رو میزنن. حالا من چون VPN، این دقت هم کنید وقتی VPN روشن باشه جدیداً به زرین پال متصل نمیشین. اینو اگر یادتون باشه، اینو قبل از اینکه بخواین کارتون رو شروع کنید بهتره VPN تو خاموش باشه، تمام فعالیتاتون رو انجام بدین، ثبت نامتون رو بکنین، اشتراکتون رو پرداخت کنین و بعد از اون میتونید فعالیتتون رو آغاز کنید. پس این برصورت این در حد اینه که باید فعال سازی کنید. پس بدونید تا زمانی که این برای شما غیر فعال هستش نمیتوانید درآمدزایی کنید. آپشن بعدی هم که خب اکثرا میدونید، حالا بعضا سلیقه‌ای براتون کار کردیم، حالا میتونید شما سفید رو دوست داشته باشین یا برصورت مشکی، زیاد اونش این سلیقه هست میتونید انجام بدین. بخش پشتیبانی هم که میتونید استارت چت کنید، میتونید صحبت کنید. ما چند تا اپراتور داریم که میتونید شما باهاشون دیالوگ برقرار کنید، سوالی دارین بپرسید. من روش عوض میکنم و اینکه خروج از حساب کاربری. پس ببینید خیلی ساده است، یعنی مشکلی نداره. هر زمانی هم که مشکلی داشتین، حالا به تلگرام دسترسی نداشته باشین، حتما پشتیبانی که اینجا تعریف شده رو روش کلیک کنید، سریعا به شما پاسخ میدن و مشکلی براتون پیش نخواهد اومد. و میریم به سطح اینجا. حالا مهمترین قسمتی که اینجا حالا فعلا چون نیومده بالا، شما وقتی که میان اینجا بخواین یک وظیفه رو انجام بدین ممکنه رو ویدیو مشخص نشه، ولی وقتی میخواین لایک کنی یا سابسکرایب کنی یا کامنت بذارین، به شما میگه باید به حساب جیمیلتون متصل بشین. اینجا یک موضوعی هستش که خیلی ها باهاش مشکل دارن. ببینید اکثر کسایی هم که اندروید دارن از به صورت بروزر کروم استفاده میکنن، ولی خب اگر شما در کروم مشکل دارید، الان مشکلش حل شده، اون مشکل حل، ولی اگر ببینید 2-3 بار تلاش کنید این مشکل برطرف میشه. اگرم نشد گفتیم فایرفاکس رو برای این نصب کنید، به راحتی میتونید وارد شید. پس تا زمانی هم که اینجا به جیمیلتون متصل نشده باشین نمیتونید هیچ وظیفه‌ای رو در بر صورت اپلیکیشن انجام بدید. و یه نکته بسیار مهمه، بعضا میان فکر میکنن باید جیمیلشون رو عوض کنن. ببینید جیمیلی که اینجا وارد میکنید کاملا متفاوت هست با اونی که در اپلیکیشن بیمبو وارد کردید. اینجا شما میتونید از یه جیمیل فرضی استفاده کنید. خب خیلی ها یوتیوبر کارن، دوست ندارن خیلی سابسکرایب و فالوور داشته باشن. اینجا میتونید برای خودتون یعنی یه اکانت مجزا درست کنید و اون جیمیل رو وارد کنید، چون یوتیوب به شما اجازه فعالیت نمیده اگر متصل به اکانت جیمیلتون نشده باشید. برای همین بهترین کار اینه که اگر دوست دارین فضای یوتیوبتون درست نشه، مشکل پیدا نکنه، اینجا بهتره که برای خودتون یه جیمیل جدید وارد کنید و وقتی که ازتون خواست اون جیمیل رو وارد کنید. برای هیچ ربطی نداره که حالا شما مثلا در اینجا مثلا ایمیل وارد کردین بخواید اینو عوض کنید. این برای بیمبوه. زمانی که شما میان توی وظایفتون مسئولیتاتون مشخص میشه، اینجا باید اون جیمیلی که دوست دارین رو خودتون وارد کنید. این جیمیل با اون یکی نیست. بعضا دیدم به پشتیبانی پیام دادن که ما میخوایم ایمیلمون رو عوض کنیم چون یوتیوبمون شلوغ میشه. این ربطی نداره. این میتونید جیمیلتون اینجا وارد کنید. اگر هم الان وارد کردین میتونید اپلیکیشن رو پاک کنید، دوباره بریزید و این مرحله با اون جیمیلی دوست دارید وارد شید. برای همین این ایمیل هیچ ربطی اونی که وارد نداره که شما روی دیتای بیمبو وارد کردید. اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید تا من ادامهش رو خدمتتون عرض کنم.
برای همین این رو پس این مشکل پس ما در چند نقطه که بچه‌ها مشکل داشتن اینجا بودش که اکانت کاربریه. بعدم شما نگاه بکنید الان اینجا این من حالا عکس پروفایل رو درست نکردم، ولی خب اینجا میتونید عکس پروفایلتون هم عوض کنید و به هر صورت مشکلی نداره. اینجا الان مثلا روی چیز کلیک بکنید میبینید یه دونه علامتی از اینجا علامت قرمز هست، یعنی شما سطح فعالیت ندارید. زمانی که بیاین سطح عضویتتون رو فعال بکنید سریعا این تبدیل میشه به یک ستاره که شما میتونید فعالیت داشته باشید. این به صورت خیلی ساده است، اپلیکیشن چیز خاصی هم نداره، همش رو توی ویدیو امروز هم ضبط میکنیم که فردا که اومدیم باز امیدوارم بدون مشکل بتونید این رو هندل کنید رو و انجامش بدید. خب ما حالا میریم توی سایت خود بیمبو. ببینید اینجا هم داشبورد خود بیمبو هستش. حالا من یه ذره اینو بزرگش کنم، یه ذره اینو کوچیک کنم که بتونیم داشته باشیم تصویر رو. من اینو فیتش کنم. خب ببینید ما الان اینجا هستیم، صفحه این وبسایت اصلیه. شما از اینجا هم شما میتونید تغییرات رو انجام بدین. حالا رو پروفایلتون میاید یا کیف پولتون میاید. اینجا شما میتونید برای کسانی که میخوان به هر صورت فعالیت‌های خودشون رو تبلیغ کنن شما میتونید حسابتون رو شارژ کنید، یا میتونید بیاین اینجا کمپین‌های اینجا ایجاد کمپین. اینا برای کسانی هستش که ویدیو یوتیوب دارن میخوان تبلیغات روش انجام بدن. وقتی ایجاد کمپین رو بزنید شما میان یه نام کمپین تعریف میکنید، حالا هر چیزی. اینجا باید لینک کانال یوتیوب رو بزنید. حالا لینک کانال یوتیوب چجوری میشه؟ حالا من برای لینک کانال خودم میارم. باید بیاین در کانال یوتیوب و کلمه اینجا هست کلمه شیر، اینجا شیر رو میزنید و این لینک رو کپی میکنید. این لینک کپی میشود. وقتی کپی کردین میایین دوباره در اینجا لینک رو وارد میکنین، چون اگر لینک اشتباه باشه اجازه بهتون نمیده. وقتی لینک وارد شد به راحتی شما میتونید حالا خرید کنید. کامنت میخواین، تعدادش از سابسکرایبر میخواین، ویو میخواین، لایک میخواین و واچ تایم. حالا واچ تایم چیه؟ کسانی که حالا یوتیوب کار کردن میدونن. واچ تایم شما نیازمند هستین اولا که 4000 ساعت واچ تایم نیاز دارین که کانالتون به درآمدزایی برسه و بر اساس واچ تایم یوتیوب کانال شما رو ارزیابی میکنه که کانال پرمحتوا یا پربیننده هست یا خیر. برای همین واچ تایم هم هست، لایک و ویو اینها هستش که میتونید انتخاب کنید و پکیج های خودتون رو خریداری کنید. وقتی که شما یک چیز انتخاب میکنید ساخت کمپین رو که بزنید، حالا من الان کمپین موفقیت ساخته شد، اینجا میارتون دوباره به درگاه که حالا چون من وی پی ان ام وصله میاره به کمپین، میارش به حالت چیز که اجازه میدین که برای پرداخته عرضم به حضور شما. حالا چرا یه دفعه هنگ کرد، میاره تو حالت این که پرداخت انجام بده و کمپین شما میره تو لیست برای تایید و نهایتا شروع شدن به کار کردن. کیف پول هم که دیگه همون هستش. حالا شما میتونید فعالیتاتون رو ببینید اونجا، حالا پرداخت شده، در انتظار پرداخت و کسب درآمد هم کسی که رو سایت بیاد میتونه بیاد از اینجا فردا آخرین ورژن رو میتونه اینجا دانلود کنه و وقتی روش کلیک بکنید کاملا به روز رسانی به صورت اتوماتیک به روز رسانی میشه اپلیکیشن. یعنی اینجا روی گوگل اگر کلیک بکنید ورژن جدید رو صبح میتونید ازش دانلود کنید و به روز رسانی بشه. به هر صورت این اپلیکیشن فعلا تو مرحله اول چند تا به روز رسانی داره تا یه حالت استیبل پیدا کنه و وقتی استیبل شد دیگه ما کارمون تقریبا راحت تر میشه. پس این هم که خب ببینید خیلی ساده و راحته. ما توضیح دادیم کمپین های من رو نیاین، اگر ویدیویی ندارین نیاین کمپین ایجاد کنید. پروفایلتون هم اینجا میتونید ویرایش کنید. البته میگم به غیر از کد ملی و شماره تلفن الباقی چیزها رو شما میتونید ویرایش کنید رو انجامش بدید. برای همین موضوع خواستم بهتون بگم که خب این واقعا یه اپلیکیشن ساده هستش و زیاد کاری نداره. ما اگرم مشکلی بوده فعلا داره برطرف میشه و فردا وقتی وارد اپلیکیشنتون بشید و اون ورژن جدید رو دانلود کنید و به روز رسانی کنید کاملا
همه فیچرها براتون فعال میشه. و اینو حتما دقت کنید اگه من ویدیو رو ضبط میکنم، چون خیلی جا این موقع سوال میکنن، این سطح عضویت کاملا باید فعال باشه تا شما به درآمدزایی برسید. الان هم خدمتتون عرض کردم چون ویدیو نداره، به خاطر اینکه اون مشکل ریفرش کردن رو که برای شما ویدیوهای تکراری می آورد رو نیاره و وارد شین و ویدیوهایی که دیدین رو دیگه براتون نشون نده. این یه ذره طول میکشه و این رو انجام خواهد شد. ببینید این بحث قیمتی هم که خیلی هم مطرح میکنن. ما قیمت هایی که برای این گذاشتیم، ما ویو رو حدود 500-600 گذاشتیم، یعنی شما به ازای 1 تا 1 دقیقه و 30 ثانیه بعد ببینید و برای اون کامنتی که اگر بذارین به ازای مثلا 4 تا 5 تا کامنت بذارین شما میتونید به اون دقیقه برسید. یعنی شما همزمان که دارین ویدیو رو میبینید کامنت هم بذارین. برای همین اینطوری شما به این قضیه نگاه کنید. سابسکرایب و فالو، سابسکرایب و لایک کردن یک بار اتفاق میفته، اون رو شما میگیرید، ولی شما میتونید 3 تا کامنت بذارید. بیشتر از 3 تا کامنت هم بذارید به عنوان ربات شناخته میشید. 3 تا کامنت هم بذارید، هر کامنتی هم حساب کنید دقیقاً همون 1000 تومانی هستش که ما صحبت کردیم. یعنی دقیقه 1000 تومان و میشه ساعتی 50 تا 60 هزار تومان. این رو خیلی ها سوال کردن و اینطوری گفتم این اتفاقا میفته. یعنی کامنتی که براتون تعریف شده رو اون کامنت برین میتونید اون درآمد رو داشته باشین. قبلا لایو قبلی هم بچه‌ها پرسیده بودن این اپلیکیشن برای این نیستش که شما بخواید سرمایه گذاری بکنید و این یک اپلیکیشنی هستش عین این که بتونه یک کمک هزینه‌ای باشه. حالا کسانی که وقت آزاد دارن یا فعلا کار نمی‌کنن یا به هر حال خونه نشین هستن، سرپرست خانواده هستن، میتونن با این حداقل یک کمکی رو برای به هر حال هزینه خانوار داشته باشن. گفتم اگر اینطوری حسابشو بکنی میتونید در ماه بین از 4-5 میلیون تومان بگیرید تا 12-13 میلیون تومان در حال حاضر با سطح فعلیتون میتونید درآمد داشته باشید. این گونه نیستش که مثلا بعضیا فکر میکنن الان مثلا توی رویای یک شب بخوام پولدار شن. همیشه مثل همون بازی همستری بود که کل ایران رفتن، همه فکر میکنن سکه میشن، همه میلیاردر میشن. یک دروغی هست. کسی کاری که ثبات داشته باشه، کاری که بخواد انجام بشه، منطقی پشتش هست و این منطق هم به گونه‌ای هستش که یه جوری باید هزینه دخل و خرج با هم بخونه. اگه من قرار باشه بیایم یه وعده دروغین به شما بدم، خب مطمئنا نمیتونم پاسخ بدم. 1 ماه 2 ماه 3 ماه کار میکنیم، این کار از بین میره. دوستانی که یوتیوب دارن میدونن درآمد یوتیوب چقدر هست و به ازای هر 1000 ویو چقدر پرداخت میکنه. ما یه مبتنی بر اون نیستیم، چون قراره ما کار تبلیغاتی انجام بدیم. فعلا اینطوریه. شما سطح کاربریتون بره بالا، درآمدتون رو به همون میزان افزایش پیدا خواهد کرد. لذا از این موضوع این رو داشته فعالیت رو نگاه میکنید. این رو همیشه ما از اول قبل از اینکه اصلا بیمبو رونمایی بشه ما همیشه به دوستان گفته بودیم. گفتم بیمبو رو به عنوان یک کار نگاه نکنید که خیلی مواقع از یک کار هم بیشتر میتونه درآمد براتون داشته باشه، ولی کار خودتون رو داشته باشید و این رو به عنوان یک کار فان در حدی که چه میدونم هزینه اینترنتتون، هزینه حمل و نقلتون، پول آب و برق و گاز و تلفن و وی پی انتون، اینها رو بتونید ازش در بیارین. حالا یه سری به عنوان شغل نگاه میکنن، خب میتونن در بیارن. یه سری هم هستن به عنوان فان. یعنی شما مثلا میگم حالا کسانی که تو اسنپ کار میکنن، حالا یه مشخص درآمد مثلا توی مثلا استان لرستان به حال ماهانه اسنپ اوریجش مشخصه، توی تهران مشخصه. بر همین شما نمیتونید مثلا در استان لرستان بخواید درآمد تهران رو داشته باشید. اینها یه چیزای مشخصی. در بیمبو هم ما در طی 1 سالی که شما فعالیت میکنید مطمئنا درآمدتون بیشتر خواهد شد، ولی اینها همش بسته به این موضوع هستش که چه نگاهی داشته باشین و این نگاهتون منطقی باشه یا خیر. برای همین خیلی ها رو بچه‌ها پرسیده بودن که آقا این پولی نیستش و چیز. این در این حد بضاعت ما در این هستش. دوستان گفتن الان یکی دیگه سوال که قسمت احراز هویت عکس آپلود نمیشه. من الان این کار رو انجام دادم، برای بچه‌ها هم انجام دادم، دیدم عکس هم آپلود میشه. الان ما می‌خوایم تغییر مدرک آپلود شده رو بزنیم، دوباره میایم روی انتخاب از گالری. حالا ما دوباره همین عکس رو انتخاب میکنیم، آپلود میزنیم. ببین نوشته با موفقیت انجام شد و پس از تکمیل دکمه درخواست. و وقتی هم اینجا راحت متوجه شدن رو بزنید، بقیه فایل ها رو هم که کامل کنید به راحتی میتونید
اینو درخواست فعالسازی حساب بزنید. حجم عکساتون نباید به قدری کم باشه نه اینقدر زیاد حجمش زیاد باشه که سیستم نتونه. یه حجم معقول باشه به راحتی میتونید شما کار انجام بدین. برای همین موضوع هستش که این دقت کنید و چیز خاصی هم نیست. من الان همون ورژنی که دست شما هستش رو من روی تلفن اندرویدم ریختم و دارم از رو همون برای شما توضیح میدم. بازم اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که من از حضورتون مرخص شم، چون دقیقا فکر کنم الان همه مسائل رو تا الان توضیح دادیم و فکر نکنم دیگه جای چیز نگرانی باشه و جایی که باشه که بچه‌ها مشکل داشته باشن و نتونسته باشن حلش کنن. خب ببینید دوستان، ما اگر شما نمیشه من نمیتونم وارد اپلیکیشن بشم. حالا میگم براتون اگر اس تایید میاد اس تایید بزنید، اگر فراموش کردین رمزتون رو تقاضای رمز مجدد بکنید. اینجا من خدمتتون عرض کردم بله اینجا رو ما اینم گذاشتیم تو آپدیت جدید بیاد. ببینید وقتی شما ویرایش اطلاعات رو میزنید تاریخ تولد رو ما اینجا اگر بزنیم ما 32 گذاشتیم، یعنی ما کم قبل از اون رو هنوز فعال نکردیم، ولی خب به بچهای برنامه نویسمون گفتیم که این رو ببرن تا 1320 که حالا اعضایی که حالا هویت پدر بزرگ و مادر بزرگشون استفاده میکنن بتونن اینا استفاده کنن. اینو توضیح دادیم خدمتتون. اینجا هم تا سال 92 هستش. حالا این رو هم تلاش میکنیم اگر ببینیم، ولی خب به هر حال شرایط باید معقول باشه، چون افراد به یک حداقلی باید رسیده باشن که بتونن فعالیت اقتصادی بکنن و پول به حسابشون ریخته بشه. فعلا این 92 میمونه، ولی اون رو عوض خواهیم که از 32 به 25 یا 20 کمتر خواهیم کرد. در مورد پرسیدن راجع به سیو و شیر کردن هم میگید. ببینید سیو کردن و شیر کردن در محیط یوتیوب آنچنان چیز جذابی نیست مثل اینستاگرام شیر کردن، ولی خب چیزی نیستش که قابل رصد کردن باشه. برای همین ما رو اون تأکیدی نداریم. مایکت داخل بازار میاد. مایکت رو نمیدونم مایکت یا مارکت داخل بازار هم بله میاد. ما اول این مشکلات رو برطرف کنیم، چون وقتی شما میری وارد پلتفرم گوگل پلی میشی، اپل استور میشی، این حجم از باگ رو نمیتونه. برای همین همیشه ورژن های ابتدایی میاد APKش تست میشه، مشکلاش میگیره، باگاش گرفته میشه و بعد زمانی که در اپل استور، گوگل پلی، حالا بازار قرار میگیره به راحتی بدون مشکل باشه که کاربرا راحت بتونن دانلودش کنن. این تست های اولیه انجام بشه، ما حد اکثر تا 20-25 روز دیگه در تمام مارکت ها و استور ها میتونید این رو برشا دانلود کنید. ولی خب بهترین نسخه APK هست که سریعترین آپدیت ها رو میگیرین، یعنی شما وارد اپلیکیشن بشه بهتون اطلاع میده که نسخه به روز رسانی اومده. توی گوگل پلی و اپل استور با تقریبا 24 ساعت تا 48 ساعت تأخیر میاد، ولی خب این APK رو داشته باشین میتونین راحت اطلاع رسانی کنین. حالا میگم نسخه iOS هم به زودی روش کار میکنیم. یه برشا مشکلاتی که با سرور داشتیم حل بشه، تقریبا همه چیز آماده است، فقط منتظریم که اونا رو آپلود کنیم. فقط فعلا مشکل باید حل شه. ببینید ما امشب دوباره تا ساعت 4 با تیم جلسه آنلاین داریم. یعنی ما الان لایو هم با شما تموم بشه بچه‌ها منتظر هستن که ما اینا رو اول مانیتور میکنیم و ورژن نهایی باید با تایید خود من بیاد وارد بشه، چون دیشب که ورژن اومد باز هم چند تا باگ بود. امشب ما تا ساعت 2:30 دوباره هستیم، اینا رو مانیتور میکنیم و بدون مشکل این رو فردا در اختیار شما قرار میدیم. به هر صورت میگم این یه سری کارهایی هستش که واقعا اجتناب ناپذیره در چنین سطحی بخواین کار کنید. ببینید شما الان هنوز که بیمبو نه تبلیغ شده نه فعالیتی کرده، هیچی، همین الان هیچ چیزی حدود 75 تا 80 هزار نفر ثبت نام کردن. برای همین موضوع هستش که این 80 هزار نفر رو خب این کمک میکنه البته که به یه سری
به حال آزمون و خطاها رو انجام بدیم. ولی خب مجموعاً ما داریم آماده می‌کنیم خودمون که 2 برابر از اینم بتونیم حجم مخاطب بگیریم و سند و ریکوست داشته باشیم بتونه جواب بده. خب اون سرور اولیمون خیلی اتک بهش شد، نمیدونم از چه شخصی چه اتفاقی افتاد. الان به گونه‌ای کردیم که 4000 تا درخواست در ثانیه بدون مشکل میتونه در این پلتفرم پاسخگو باشه. یعنی شما 4000 تا تسک انجام داریم میدین در ثانیه، سیستم میتونه پاسخگوی چنین نیاز شما بشه. من نمیدونم منظورتون چیه، کجا اطلاعات وارد کردین. هر جا که اطلاعات وارد کردین اگر مشکل داشته باشه بیاین روی اپ ویرایش بزنید، به غیر از تلفنتون و کارت. به حال من اینجا شماره ملیمو وارد نکردم برای همین سطح فعاله. اینا رو بکنید درخواست بروز رسانی میشه و اونجا آیدیتون چک میشه و اگر کارت ملی یا اون احراز هویت انجام داده باشین بدون مشکل آیدیتون فعال میشه. خب ما تقریبا همه رو پاسخ دادیم. یکی دیگه از دوستانم هستش، نمیدونم اسمشون، آقای بن سلطانی فر. ببینید بر اساس کمپین هایی که اینجا ما گفتیم خدمتتون عرض کردیم، شما که میاد ایجاد میکنید روی یه دونه لینکتون شما میتونید چند تا چیز خرید کنید. یعنی یه لینکتون رو مثلا روش کامنت خرید کنید، لایک خرید کنید، سابسکرایب خرید کنید و این همزمان داره ساخته میشه. یعنی شما که اینجا لینکتون رو میزنید مشخص میشه. اگر به هر صورت این رو شما فقط مثلا سابسکرایب بخواید برای شما سابسکرایب ایجاد میشه، اگر کامنت بخواید براتون کامنت گذاشته میشه. یعنی چیزی که شما اینجا اوردر میدین ما در برای بچه‌هایی که قرار این کار رو انجام بدن اون رو تعریف میکنیم. یوتیوب هم به هر صورت وقتی شما الان خیلی بچه‌ها که رفتن توی یوتیوب تبلیغات هم دیدن، نه تا اومدن وارد یوتیوبشون تبلیغ می، این نشون دهنده این که اینجا بدون مشکل داره کار میکنه و این رو باید در نظر داشته باشین که بین 35 تا 1 دقیقه رو یوتیوب یک ویو حساب میکنه و چون یوتیوب همیشه چک میکنه 48 ساعت که ببینه فیک هست یا فیک نیست. این رو هم خدمتتون عرض کنیم که به این شکل هستش. ولی خب باز ما یواش یواش که جلو بریم، فعلا ما داریم تبلیغات رو به گونه‌ای میریم که حالا قراردادی میریم، چون اکثر بچه‌ها پکیج میان برمیدارن. بعد اینو حالا میتونیم کمپین های مختلفی براش تعریف کنیم که مثلا حرفی که شما زدین چند تا چیز مختلف باشه. من دوباره وارد اپلیکیشن بشم ببینم اگر سوالی نیست. نه اصلا مشکل نداره. شما با جیمیلی که دارین فعالیت میکنید، ایمیلی که اینجا ثبت میکنید توی بیمبو هیچ ربطی به اون جیمیل نداره، چون اون جیمیل میشه یک ایمیلی که باش دارین کار میکنید. حالا یوتیوبتون بر اون فعاله، هیچ ربطی نداره. ما اینجا چیزی که برامون توی اپلیکیشن ما مهم هست کد ملی، شماره تلفن و حساب بانکیتون هستش که بعد برای ما ارزشمنده. در این سمت هم که میخوایم بیاین فعالیت داشته باشین که ازتون میخواد شما میگه ساین این کنید یا وارد سیستم بشید، اون جیمیلی که خودتون ساختین رو میتونید اونجا وارد کنید. حالا میتونه اون جیمیلتون فرق داشته باشه اون چیزی که در اپلیکیشن به حال اعلام کردین. بله اون اصولا 1 دقیقه و نیم هسته. شما گفتیم 1 دقیقه تا نگاه میکنید بتونید مثلا کامنت هم انجام بدید، کامنت هم بذارید که 1 دقیقه و نیم تقریبا بشه. برای همین ما 1 دقیقه و نیم رو ما قبلا 500 گذاشته بودیم، الان کردیم 600. شما یه کامنت هم بذارید دقیقاً یه حدود مثلا 800 تومن میشه. حالا یه لایک هم یه ویدیو رو بکنید و یه سابسکرایب کنید 1000 تا 1050 تومن میشه. یعنی این چیزی هستش که ما در نظر گرفتیم. میگم این در مرحله ابتدایی، اگر بر اساس تبلیغات قیمت ها هم فرق میکنه، ولی خب این چیزی هستش که فعلا برآورد تیم ما اینطوری هستش که میتونیم ادامه بدیم. آن چیزی هم که الان داریم به شما میدیم همین الان اگر بخوایم صحبتشو کنیم روک و راست باهاتون صحبت کنم چیزی الان برای ما نمیمونه. یعنی بعضا نشسته بودن یه سری حرفا صحبت هایی شنیدیم. ببینید نبسته این شرکتی که بیمبو رو آورده
ما حداقل 3 ماه تا 6 ماه رو برای خودمون هزینه رو در نظر گرفتیم که اصلا سود نکنیم. حداقل سرمایه‌ای که پشت بینبو هست بالای 30 میلیارد هستش. برای همین شما تا 6 ماه 7 ماه هم اگر هیچ کسی به ما تبلیغ ندهد، بینبو کار میکنه و عجیب به شما پول خواهد داد. این هدف غایی داره. برای همین به فکر این نباشین که حالا بعضن میگن آقا طرف دیدین الکی بود، دیدین کلاهبرداری. نه، اصلا درگیر این هر کی هم که هر زمانی اراده کنه نخواد کار کنه، همون لحظه پولشو براش واریز میکنیم. حالا چه یه دونه به حال دیگه ما خرید کرده، چه 2000 تا چه 10,000 تا، بینبو هیچ مشکل مضیقه مالی نداره. خدا را شکر خیلی ها اومدن که به زودی اینها به عنوان سهامدارا میشن، از 500 میلیون تا 3 میلیارد 5 میلیارد سرمایه‌گذاری کردن و الان در صندوق بانک برای بینبو یه چیزی حدود 25 تا 30 میلیارد تومان پول هست که این رو تا 3 ماه حداقل تأمین میکنه و شاید هم بیشتر. برای همین ما اگر می‌خواستیم بزن در روی کار کنیم به این صورت انجام نمیده. برای همین خیالتون راحت باشه، ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. اولا اینکه به خاطر اعتبار خود شخص خودم و به خاطر اینکه میدونیم یعنی این چند سال روش برنامه‌ریزی کردن پای کار هستیم. حتی اگر در 3-4 ماه اول هم ضرری باشه، هیچ حق و حقوقی از کسی که داره فعالیت انجام میده ضایع نمیشه. پس خیالتون راحت باشه، شرکت هست، حسابدار هست، اعضای هیئت مدیره هستن و این کار دارن. این چیزی هم که شما دارین میبینید یه چیزای نرمالی هستش، شاید اولش تو ذوقتون بخوره، ولی خب ببینید ما هنوز کوچیکیم. ما داریم سعی میکنیم زمانی که به یه حد میرسیدیم که حالا بزرگتر از اسنپ هم خواهیم شد، اونجا به مشکل نخوریم. برای همین این اوایلش رو شما زیاد سخت نگیرید. حتما این به روز رسانی میشه. فعلا 2 روز یه 2 روز لانچ شده که حداقل واقعا یه روزه این ورژناش هم درست بشه و در خدمتتون هستیم. بازم میگم اگر سوالی داشته باشین خیلی راحت میتونید بیاین اینجا. ما بچه‌ها رو گذاشتیم بخش، اگر تلگرام دسترسی ندارین خیلی راحت میتونید بیاین تو بخش پشتیبانی، فارسی هم تایپ کنید پاسخ شما رو میدن، انگلیسی هم تایپ کنید پاسختون رو میدن، حتی عربی هم دارین تعبیه میکنین، چون به هر حال ما منحصر فقط به ایران نخواهیم بود. برای همین اینجا هر سوالی داشته باشین رو بچهای پشتیبانی پاسخ به شما خواهند داد. دیگه فکر نمی‌کنم سوالی اگر هست که من پاسخ نداده باشم. فکر می‌کنم الان تقریبا همه رو پاسخ دادیم. بریم حق عضویت طریق کیف پول هم ببینید. الان حق عضویت هم تو این ورژن جدید که وقتی که میان توی پروفایلتون و کمپین های من یا کیف پولتون اینجا شارژ حسابم بزنید، از این به بعد میتونید با شارژ حسابتون هم به صورت هزینه ماهانه‌تون رو پرداخت کنید. ولی خب اگر یه ماهه میخواین خب خودتون همون یه ماهه کنید، چرا پولتون تو حساب ما بمونه، خودتون انجام بدید، مشکلی از این بابت نداریم. درباره ووچرها هم توضیح دادیم، دوستان از این لایو رو ببینید. فردا صبح، فردا این رو تست کنید، تمام مشکلات حل میشه. اگر کامنت چیزی نمیتونید بذارین مشکل حل میشه. ولی بدونید اگر توی مرحله اپلیکیشن فعالیت نکرده باشید و سطح عضویتتون، باز هم تکرار میکنم، فعال نباشه، درآمدی برای شما منظور نمیشه. و اینجا هم حتما باید با جیمیلتون وارد بشین. اینجا که بهتون میارن فعالیت میخواین بکنین حتما باید جیمیلتون باشه، وگرنه اون هم باز برای شما فقط اون کادر قرمز رد میشه و شما درآمدی نخواهید داشت. وگرنه این دوست عزیز من فکر کنم پاسخش رو دادیم، چون الان ما وردین گرفتیم. فکر میکنم تقریبا تمام سوال ها رو پاسخ دادیم. با یه اکانت روی 2 تا گوشی همزمان میشه کار کرد؟ خیر، شما از یه اکانت باشی، از اکانت دیگه وارد چی، این سیستم شما رو میندازه بیرون، اجازه این کار رو نمیده. ببینید الان خیلی اومدن، اینا یه باگ سیستم بود که اجازه میداد مردم، ولی خب موقعی که بخواید کشات کنید مشخص میشه که شما قبل از اینکه، یعنی اگر بخواید درخواست برداشت وجه بکنید، سیستم میاد نگاه میکنه که چه شما چه زمانی این سطح عضویتتون رو فعال کردید و بعد از اون رو اگر اون تاریخ رو برای شما محاسبه میکنه. پس بهتره قبل از اینکه وارد
دیدن ویدیو بشین، به هر صورت از سطح عضویت خود مطمئن بشین که فعال هستش. ببینید آقای اصغری نژاد، ما گفتیم یه آپدیتی که فردا میاد برای شما میتونید از روی شماره تلفنی که به نام خودتون باشه انجام بدید. اگر هم نمیخواین کارت ملیتون رو یا ندارید، میتونید عکس شناسنامه‌تون، عکس گواهی نامه‌تون، پایان خدمتتون، هر چیزی که هست نشون بده که مال شما انجام. اگر هم که نه، منتظر آپدیت جدید باشید که از روی شماره تلفن بتونید احراز هویت بشید. ما تنظیم کردیم که به صورت ویدیوهای یوتیوب رو تقریبا روی 360، ولی خب شما خودتون میتونید رو 360 تنظیم کنید که بدون مشکل کاراتون رو انجام بدم. هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد. حجم آنچنانی مصرف نخواهید. کسی که حساب بانکیش مسدود هست، خیر، به حساب بانکیش نمیتونه بیاد. ما مهم اینه که کد ملی و حساب بانکی یکی باشه. اگر حسابتون مسدود هست، خیر، نمیتونی پولی که برداشت کنید. خب بذارین دوباره من چند تا سوال دیگر هم که بچه پشتیبانی پرسیده بودن من نگاه بکنم. دقیقاً فردا شما سر بزنید به اپلیکیشن، میتونید انجام بدید. گفتن اگر کیفیت ویدیوهای یوتیوب رو کم کنید برای کاهش مصرف اینترنت، نه، شما کمترین رو انتخاب کنید، 360، هیچ مشکلی پیش نمیاد، فرقی نمیکنه حالا کیفیت بالا باشه یا پایین باشه. حالا ما یه فعالیتی هم اینجا اضافه کردیم، شما بعضا اینم خواهید دیدش. شما یه ویدیو قبلا میومد براتون، کسانی که تجربهشو دارن، 1.5 دقیقه که تموم میشد اینجا زده بود متوجه شدم، وضعیت کار شما تمام شده، متوجه شدن رو میزدید خارج میشد. الان میتونی بزنی ادامه ویدیو و اون ادامه به ازای هر 1 دقیقه به شما 500 تومان پرداخت خواهد کرد که برین جلو. 1 دقیقه تا 90 ثانیه. این رو فردا بهتون میگم، ولی این امکان هم مشخص شده. یعنی شما یه ویدیوی 10 دقیقه‌ای ببینید، هی نخواین تایید عوض کنین. این رو هم براتون فعال خواهیم کرد و دیگر چیزی نمونه. بعد ارزم گفتیم ببین هر سوالی که دارید سوالاتون رو میایین تو اپلیکیشن بخش پشتیبانی، اینجا پشتیبانی 24 ساعته هست و میتونه پاسخ بده. حالا ما یواش یواش که بریم جلو، یوزرهامون رو بیشتر که بشوند، این رو اصلا کاملا متصل میکنیم به افرادی که حالا توی خونه هستن و بتونن به حال راحت‌تر پاسخشون رو بدن. الان کاملا هر سوالی دارید میتونید اینجا بپرسید، حتی نیاز به VPN هم ندارید اینجا. در مورد ریفرال کد هم خیلی ها پرسیدن. ما ریفرال کد رو میاریم تعبیه خواهیم کرد. گفتیم چند بارم تکرار کردیم، ریفرال کد تعبیه خواهیم کرد و اینجا قرار میدیم. یعنی شما یک کد تخفیف دارین، یک کد معرف، یعنی میاد تو اینجا و این کد معرف شما هم ریفرال کد. حالا ما داریم رو کدا کار میکنیم که بدون مشکل باشه، ولی خب این یه فیچری هستش که اضافه میشه که زیر کد تخفیف کد معرف میاد که این باعث میشه که شما کسانی که از سمت شما معرفی میشن به زیر مجموعه شما یعنی اضافه بشن. بله مشکل نداره، نمیشه از طریق حساب‌های دیگه هم میتونیم پرداخت کنیم. بله هیچ مشکلی نداره. زمانی که میخوایم پول رو دریافت کنید باید ما اونو چک میکنیم که با کد ملی شما یکی باشه. ببینید اگر شما زمانی که ببین اکانتی که شما الان اینجا هستید به عنوان من الان اکانتم اسمش حامده و مشخصات من اینجا مشخصه، الان چی هست چی نیست. الان من شماره تلفن شما با این مهم تلفنیه که اینجا نوشتید و با این ثبت شدید، پولی که اومده به این تلفن میاد. حالا اگر جیمیلتون رو اینجا عوض کنی هیچ ربطی نداره. ما این رو نگاه میکنیم که این اکانت که به واسطه یک کد ملی و یک شماره تلفن نصب شده چقدر درآمد داشته. حالا شما در اینجا میتونید جیمیلتون رو عوض کنید و یه جیمیل دیگه بذارید، اصلا مهم نیست. مهم اینه که شما در محیط یوتیوب که میخواین فعالیت کنید، ویدیو ببینید، لایک کنید، باید متصل باشید به جیمیل.
میشد ویدیوها رو نه اصلا امکان نداره. شما ببینید حتی میخواید صدای ویدیو هم نشنوید، نمیتونید اونجا اگر میوتش کنید برای شما کار نمیکنه. شما میتونید صدای ویدیو رو کم کنید و ببینید، سرعت رو زیاد کنید، کم کنید، ببرید جلو، ببرید عقب، اون تولبار استاپ میکنه، نمیتونه این کار انجام بده، نمیذاره یعنی برای شما این کار انجام بشه. ببینید خانم که من اسمتونم نمیدونم، خانم مریم، ما الان داشتیم توضیح میدادیم، شما دیر اومدین متوجه شدید. ببینید الان سیستم وظایف داره آپدیت میشه، فردا بدون مشکل شما دوباره این شرح وظایفتون رو خواهید دید. ولی دیگه الان این قبلا می اومد ولی خب خیلی از باگ ها برطرف نشد، خیلی ویدیوها تکرار میشد و اینها الان به صورت رندوم میخوایم، یعنی هر دفعه که شما ریفرش کنید در این جایی که به هر حال ویدیوها میومد به صورت رندوم براتون ویدیو نمایش داده میشه که دیگه از اون حالت تکراری و خسته کننده هم برای شما در بیاد. و اینجا بر صورت ما قبلا ویدیوها رو 500 گذاشته بودیم ولی خب الان اومدیم به خاطر حالا وضعیتی که دلار فعلا هست این رو 600 کردیم تا ببینیم در آینده چگونه خواهد شد. خب عزیزان تقریبا همه چیز پاسخ داده شده، خیلی ساده و کوتاه هم صحبت شده و گفتیم که چند تا نکته مهم داره که سطح عضویتتون هست که باید فعال بشه، اینجا که باید جیمیل باید بیاین و خیلی دیگه ساده است که شما ان شاءالله که بتونید فردا بدون مشکل فعالیت داشته باشین. بازم تکرار میکنم، این برای چندمین باره مشکلی داشتیم، پشتیبانی آنلاین ما هستش اینجا. اگر هم نه میتونید به پشتیبانی تلگرام یا اینستاگرام پیام بدین، بچه‌ها کماکان هستن، جای هیچ گونه نگرانی نیستش و ما گفتیم به روز رسانی میکنیم. هر مشکلی هم که دیدین میتونین گزارش بدین، ولی چیزایی که تکراری هستش رو تلاش کنیم بدین. الان بدون مشکل داره همه چی حل میشه، یعنی حتی چند بارم بچه‌ها اومدن اعلام کردیم الان آپلودم بدون مشکل میتونم الان انتخاب از گالری و حالا مثلا یه دونه عکس دیگه انتخاب میتونه آپلود میشه، این مشکلی بابت این نداره. الان نامطمئن بود انتخاب از گالری، من نمیدونم به خاطر وی پی ان هستش. ببین الان مثلا با موفقیت بعضی عکس‌ها کیفیتشون کوالیتیشون خیلی پایینه، بعضیا خیلی بالاست. اگر به صورت بین 200 کیلوبایت تا 1 مگ باشه بهترین حالتش هستش که میتونید درخواست بدین و آپلود کنید. چیز خاصی هم نیست. بازم اگر سوالی بود، پیامی بود، ما اینجا هستیم، ما نیومدیم که برویم، ما اومدیم که بمانیم. این رو حتما اگر کسی هم نیست تو این لایو بعداً بهش بگین. خیلی سوالهای جور با جوری پرسیده میشه، ما اومدیم که کار کنیم و بمانیم. یکی دیگه از دوستانم پرسیده، آقای پرویزی، اگر با یک جیمیل جدید وارد یوتیوب بشم، ویدیوهایی که امروز به یک جیمیل دیگه دیدم ویدیوهاش رو بردارم و آنلاین کنم چی میشه؟ مهم نیست. شما چون اگر لایک کرده باشین اون تامبلینشون به حال نشون میده. من الان چه میدونم، مثلا الان میام روی ویدیو خودم که شما این رو ببینید، الان شما ببینید مثلا من اینجا الان لایک کردم، خب الان لایک کرده باشم وقتی شما میایین این لایک رو میبینید، یعنی شما اینو قبلا لایک کردید. اگه با جیمیل جدیدتون بیاین خب اینو ممکن لایک نکرده باشید و اینو میتونید دوباره لایک کنید، ولی الان من لایک هم بردارم میتونم دوباره بزنم و این لایک بشه. این مشخصه کاملا تو سیستمتون نشون میده که لایک شده یا نشده. خلاصه این شرح ماوقع بود تا امروز. ما دیگه الان که با شما به حال خداحافظی کنیم، میریم که با بچه‌های پشتیبانی کار اپلیکیشن رو انجام بدیم و ممنونم از صبر و متانتتون. خیلی از دوستان زحمت میکشن، پاسخ میدن، خیلی لطف میکنید، ممنونم از شما. این کار انجام میشه، خیالتون راحت باشه بدون هیچ مشکل. خیلی یه تیم قوی، بک مالی قوی و مطمئنا از بچه‌هایی که در گروه هستن هم به عنوان پشتیبان استفاده خواهیم کرد. بچه‌های با استعدادی هستن خیلی ها، حالا چه بر زمینه برنامه‌نویسی چه بخش پشتیبانی و خیلی از دوستان کسانی هم که اگر کسی برصد اگه مشکل جسمی داره، ناراحتی داره، جانباز هست، جانبازان عزیز اگر کسی میشناسه، ما اولویتمون برای کار با اون عزیزان هستش. معرفی کنید اگر توانایی داشته باشن، ما میتونیم یک کاری رو به اونها محول کنیم، کاری که نیاز به فعالیت‌های جسمی سنگین نداره. عرضم به حضور شما این شرح کلی اپلیکیشن بود. امیدوارم که
بدون مشکل بتونید کار کنید و همه چیز هم این ویدیو رو هم سیو میکنم و امیدوارم که مشکلی نباشه. برنامه رو نوشته توی گوگل پلی استور هم بارگذاری شده یا نه؟ هنوز نشده. قبلا توضیح دادیم آقای عزیز این باگاش که رفع بشه حتما روی گوگل پلی هم برای شما انجام میشه. به هر صورت ممنون از شما. فراموش نکنید ما حتی اگر VPN هم ندارید بخش پشتیبانی آنلاین ما هست، شما میتونید وارد کنید اینجا، سوالاتون رو بپرسید، اسکرین شات هایی که اگر مشکل دارین رو اینجا به حال بفرستید. ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود. ضمناً از گذاشتن اطلاعات شخصی مثل شماره تلفن و کارت ملی به غیر از اون که در سایت هست جای دیگه نذارید. فقط مسئله خودتون رو مطرح کنید و مشکلاتتون رو. فایل شما یا شماره ملی شما فقط روی سایت آپلود بشه که از نظر امنیت هم هیچ مشکلی نداریم. ممنون از متانت شما. امیدوارم که فردا صبح بدون مشکل بتونید با اپلیکیشن فعالیت کنید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.